وسیله شرعی است که آیات قرآن و احادیث آمده باشه که اینی کار برای اینی چیز میشه. اگر تو سوره فاتحه را سر مریض بخوانی ان شاء الله تعالی ایرا شفا میده اگر الله خواست. منتها سوره شفا است. اما این نیست که مثلا یک نفر خسته و بر هر جایی را که دلش پیدا شده که مثلا اگر قصه گاو بنی اسرائیل در کاغذ نوشته کنی باز در کله گاو ویزان کنی گاو شیر میته. اگر مثلا قصه سگ اصحاب کهف بگیری صاحب نام سگ اصحاب کهف سر کله سگ نوشته کنی باز سگ خوب جنگ میکنه. این گپایی است که انسان‌های مزخرف و بیدین و کسانی که از قرآن و از سنت استفاده صحیح نمیکنن و منفی میکنن و میخوان برای گمراهی های خود مردمای عوام الناس و بیچاره را بازی بدن. به خاطر که شما نجات بتین خواهرایتان، نجات بتین مادرایتان، نجات بتین خودتان. ایرمیال هفته گذشته مکت یک کسی که خودش روی طالع میدید، خودش فالبینی میکرد، این خودش الحمدلله که توبه کرد با آمد گفت استاد ما چون توبه کردیم میخوایم مصاحبه بکنم. گفتم خوب است به خاطر از اینکه مردم خبر شوند. گفتم چال ها و فریب ها و دروغ ها و مکر های نزد فالبینا و تعویضگرا و جادوگرا هست کل اجر ما کشف میکنم. آمد در استودیو و سی دی های از خودش مصاحبه کرد و خودش هم تو کلش قصه میکنه. شرک در کجا در شرک مبتلا بودیم، در کجا در کفر مبتلا بودیم، مردم چه قسم بازی میدادیم، کل از روی طالع چه قسم میدیم، کل این فرمولای خدا و چالا و فریبای خدا چون خودش شوبه کرده الله هدایتش کرده کلش بر ما قصه کرد.